همیشه ماشین بیزنس همش در نمه هفت والله بچه‌ام خنک بخدو که یخ میکنی خوب است تینجی مرغ دیم مرغ اینه سیمرده اینه یک تاش منادیم شود اینه بورکای سیم نسیمش سبحان الله این لیله و این الیه راجعون هر کار میکنی در جو هستی نیستی نمازاتون رو بخونی در یاد خدا باشی بورکای سیم علیکم السلام و رحمت الله بورکای سیم این لیله و این الیه راجعون Olha bistão, olha que cadê o arco? Uma dose. Şimdi makine. Çarp makine oldu. Pardon. Muçulmane всегда работает. Смотри, вот получили, так что надо поехать. Подвинули? Да, спасибо. Ну тогда старый помочь. Аккуратно. Стой. Капите? Рафтинг, yok. Biraz. Tamam, повыше. Кама как барду. Давай на чужой стене, а сразу на чужой. Амура. О. Амура самый тяжелый, потому что все. Уходите. Subhanallah. Хвасти. Тенжи котун хубан. شهری سراتوف. یعنی که دوستان عزیز در پیش مرده هایم
برادره که آواریا کرده بودن هم مردو را برکستیم خنک سبحان الله ایگرانی سکی مینوس 18 19 در بیرون خوب است تینجی خداوند خیرتون تیا برای خیرو کردگی تو برای مردو 3 نفر 7 نفر که در بالنیسا وزمینن آواریا احتیاط باشه بچه‌ها اکا الحمدلله که در کار هم برادری رحمتی بینود نبود یعنی گناهگار نبود در چیش در همو آوارشتگی خداوند صبر جمیل بخشش سواری گذشتگاه و بیماری که در بالنیستان شفای کامل هی مردا دو تاشای تاجیکستان یک تاش تاجیکی ازبکستانه یک ازبک تاجیکستان هم خیلی لام لفتی بابا لنگاری 3 روز لام ولی که بابا بیمارخانه میریم یعنی که وزمینم با پیش بیمارو چی میشه وقت همینطور سرجم باشه احتیاط کنه بچه‌ها دینیو کیلوی چی نمیره نه گپ خبر نه جنگ جنجال بخت حیودم یه الحمدلله حسبنا الله و نعم الوکیل نمیشه سلامت باشه نمیشه آدمای متاسفانه بنام مسلمان یا بنام برادر هستن که گپ پس بلند میزنن میگن چه روز قیامت نزدیکه من میرم یا که بعدوی که با شخصای بد مینویسن و یا تیز میرن اما میبینیم انشاءالله روز قیامت همشه میبینیم این مرگ بابا لنگر داره میخنه که تنگ بیچاره او اینه باباش خنکتر نه در افیرم پلو چی پیش نبیا که در افیرم در افیرم با هم جنم بیا سلام میگم بچه اکا الهام دین بیچاره بچه های سری ایروپورت اکا الهام های بیچاره در خدمتم اکا چرا جون اکا دوستم در خدمتم بچه ها خیچ کمینی باور که یخ مینه پاهم یخه هیچ گم نداره وای شخصانی که دشنام میکنن شما ببینید که قیامت قریبه یگام کس در دنیا نمون از همه امری بسیار که دید حضرت نوح که گفتنش چا کردی گو از درد اومدم هیو درم تره برمدم یعنی که دنیا هم قدر صد که زندگی میکنی در آن میره یک چیز است که میگم که هر یک قوم هر یک ملت هر یک مسلمان با دور زمان خودش در روز قیامت به همون زمان خودش پرسیده می شود مثال گفت که تو اینترنت تماشا می‌کنی تلفن فاحشگی تماشا میکنی به همون زمان خودش پرسیده می شود برای تلفن فاحشگی تماشا کردن چی کاری میکنی بد نویسی بد نیک نویسی نیک یعنی هر کس هر دور زمان خودش خطی چیکار میکنه نوشته میشه دوستان عزیز با ما خاطر یک فراموش نکنی فقط احتیاط باشی من بعضی محل میگم که برادرها مثال میگم من یک ویدیو رو میپرتم در همون ویدیو تو من دشنام مینویسی مادر پدر همه چیز دشنام مینویسی اما روز میشه که همون خودت حج میری میخوای که بخشش پرسی بعد میگی فکر میکنی هر یک شخصی که حاجیه که حج رفتگی و اوجا ایت درک میکنه من چی در نظر دارم وقتی حج میره میگو کیه در حیات خفه کرده باشم بعد میگو در فلان آدم من همیشه یک کس دشنام کردم یا بد نوشتم یا گمانی بد کردم میکوی دژ بخشش بپرسین دیگه او آدم شاید نمیوی شاید مرده شاید یوتیوب رفته شاید او ویدیو ودلی چیزی که هم کامنتر تو ودلی کنی یکی روز قیامت ان شاء الله برای وی پرسیده میشه برای که برادر من میلیون بار میگم برادر عزیز کاری بد نکنید ننویسید نه تنها من همه را ننویسید همین یک گپ میگم بین زن شو
بین زنش و بلاگرها در این زمان نداره. زنش با میشان زنش خشروب بازه با مزه زندگی تو میشه کلی شمرو. ام بلاگرها هم میبینی جواب دارن ایش اتش پاک خاور بالا میکنن. پگار میبینی خیلی برادر ما یک خطا کردیم تا ایری وای دت تفتیش بیچاره جنگل حق خورش پاک کرده ایش اچه باشه و ایش وچه با میبینی یه جوره هم یه بار خطون خلاصه برای همین بلاگرها که جنگل کردن از با جوره. من در سیر در سفر میگه چی در واتساپ جواب نمیتونم. در سفر برادرم مرده بار کرده شدیم. برادر مهربان خداوند حفظ کنه. به هم خاطر برادر عزیز در مرگ اینجا ببینید مرده را بار کرده شدیم دوستان عزیز. این مرده را رفت کرده عزیز. این دتا مرده بار کردیم. این ها یک دتا این اتگش بار کردیم در درنی مرگیم دوستان عزیز. با هم خاطر اینترنت جواب نمیشه. صبر کنی یا ماشی من در سفر بودم بهروز عظیم زاده خدا نیست. این محمد مصطفی خداوند هدایت کنه صدقه نامت کنه. میگه با اوجان حرام خری شما در هم بعضی برادر در یک حالت من در کسات کرده حرام خری میتونی شخصیتی که نویسه نمیشناسیم حرام خری نویسه. اگه بعضی بلاگرها در یک حالت من شما حرام خری ما در کسات کرده میتونه که اگر خدمت یزنت باشم یعنی خدمتی بد میگویی مثلا میگم خیلی من یزنتم خواهرم میگه که یا اپاد میگه که همین یزنت هر روز لقمه حرام میاره فلانی دزدید او وقت در کذب کرده میتونید اصلیش یوش تحمت خدا هدایتم کنه. انشالله دندون هم ساز میکنیم صبر کنیم. برام انشالله برادرو برای حج عمره کدمین میپرسه همونجا بنویسه که زمزم عمره بنویسه. ویدیوها میبینی 1673 به همه زمزنی نسبت حج گام میزنی گارانتی هم زمزم عمره اولش پروردگار بخونیم. وقتی برادرها که ما کاری که چند خیلی بود خنک سراتوف طرف سراتوف بود سراتوف دایم ای کدام قشلوق هاکی سراتوف کدام قشلوق های کدام شهر های سراتوف سراتوف که اوبلاست کدام شهر که ایدیگیل بود چی بود کدام قشلوق های اینجا سراتوف که اوبلاست کدام استیپ نویو استیپ نوی خوب بسید با اون خطر وقتی که بعض می‌نویسه حرام خور حق مردم خور حق یتیم خور انا همین خیلی مقصد که همین خیلی وقتی که مثلا میگه من اویلام یا که مثلا میگم من خواهر ما یگان کسی میتین مثلا میگیم شوهر برو شوهر به حرام خوری میکنه بعد میگه اکا جون هم شوهرم حرام خوره دزدی مینه حق حرم مردم میاره و وقت میگم حرام خور ای خیلی برادر جون در خدمت گفتم بک سومی کلیت چی شد ای خداوند هدایت کنه. هم یزنت هم کلیه باشه که نمیدونی خب بعد همون ویدیو را کردیم هم کلیه را نشون دادیم پدرش نشون دادیم خداوند خورت کنه خاطر هم پدر کلیه در جنوب زده ما مرده را بار کنیم وزیم تا بچه خسار خیلی بعد انشالله چخ میکنیم. خداوند همه ما رو برای راست هدایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله. مرده را بار کنیم جان میشیم خوب برادرم مساق سلامت با مسکو برام چخ میکنیم ولی با پیش بیمار رو میریم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله. دعا باشه.